السلام علیکم تمام زنده سلامت خانواده سلام باشید. من بعد از این سوال‌های تماشاگران جواب دادنی هستم. یک کس نیست که من چیز گریژ کردم، جراحی کردم و من دردش آرام نمیگیرد و من چی مسئله میدین هموطنی عزیز، همزبانی عزیز، همیهنی عزیز، من جراح نیستم. یکمش دیگه‌ش که من شما جراحی نکردم و من این گونه سوال‌ها ندید. خب و همون دکتری که شما جراحی کرده است به همون کس مراجعه کنید. من جراح نیستم و من شما جراحی نکردم. و سیومش این که به خداوند توکل کنید. جراحی کردن شما رو به خداوند توکل کنید، دعا کنید، درتون آرام میشه. منم بیمار هستم، لیکن شته به هیچ کس نمیگویم که من رو دعا کنید، درد من رو مصلحت کنید. منم بیمار هستم، لیکن به خداوند میتونم روز میگویم به خداوند توکل کردم و خداوند من رو درد دست خودش به ما شفا میگیره. میگه که انسان رو درد و مرگ پس میکند. ما که دردمند شدیم و سری ما یک مثال سختی که اومد، ما خیلی با انسانی خاکسار میشه ان شاء الله. بله میگن که هر مستی پستی داره. انسان اگر بیمار نشوند که در حیاتی ما مثلا میورم کسی که میبینم اونم که بیمار نشوند که خیلی اخل میروند. بعضی انسان ها هستن و بیمار که شدند و یک دشواری به سرشون اومد کمی رای میشوند دیگر میشه، لیکن انسان ها که دیگر نمیشوند من گنده از میمیرن. خب در باب چی میگن روغن سیادانه، یک نفر گفته است که روغن سیادانه رو چگونه استعمال کنم. روغن سیادانه رو ببینید هموطنان عزیز، روغن سیادانه نفرانی که معده و روده هایشون علت دارن آنها استعمال کردن ممکن نیست. به مانند اگر گستریت داشته باشند یا اینکه یاره باشد ممکن نیست سیادانه رو استعمال کردن. همین خب تنها خودش رو سیادانه رو تنها. اما وقتی که این انسان که بیماری یاره دارن یا که گستری دارن چون اینا میتونن که سیادانه رو نیم قاشق خورد رو با یک چی میگن قاشق ساک، یگان ساکی که شما اجازت است با توصیه دکترتان با همون ساک سیادانه رو یک جای کرده مخلوط کرده میکنید مینوشید وقتی که یاره باشه درون شما رو، چون که وای میسوزاند یاره رو وای میکند درد میتید دارم اجازه نیست. و همین و همون انسان هایی که بیمارانی که بیماری یاره گستریت و چی دارن پلیپ مثال در معدهشون دارن که در روده هایشون دارن، در روده دروغ انگشته و روده بولیک و روده همه روده هایی که مثال در درون ما هست و آنها اجازه نیست که سیادانه رو همین گونه خودش رو تنها نوشن که خطرناک است. فهمیدید؟ ننوشید همین خودش رو تنها با همون ساک یا چیزی که مثال شما دکتر توصیه میده با همون مخلوط کنید یک جای در ریزیدو یک جای کرده بعد نوشید. خب اما غیر بیماری های معده و روده میتوانند که نوشن همچنین با همون چی میگن در همون کاغذ نیست است کاغذی هم سیادانه نیست نباشد نیست دیگه نباشد، پس میتونید که یک قاشق چی میگن چای میگن چای لاشکه در دل نهار با یگان مخلوط کرده نوشید. سیادانه رو خودش رو تنها ننوشید که میسوزاند و میسوزاند وقتی سوزان یاره میشه تنها ننوشید برای اینکه سیادانه ما تازه نیست هرچی علارش میکنن برای ما با ضررش میرسونند. در این سیادانه تنها ننوشید هیچگاه با یگان چی نوشید یا با عسل یا با آنچه غیر بیمارانی روده و معده. بیماران روده معده این دیگر است که آنها به خود ندارن که سیادانه رو همین گونه نوشن. همونم نیم قاشقی و چای‌هایی می‌نوشیم اگر بیماری‌های روده معده باشید. خب اما غیر با دقت گوش کنید، کسانی که بیماری روده معده دارید نیم قاشق چای خوری با یگان چی مخلوط کرده می‌نوشید، تنها خودشون نمی‌نوشید. اما بیماران غیر روده معده میتوانید که نوشید یک قاشق چای خوری اما با یگان چی مخلوط کرده در دل نهار 20-30 دقیقه پیش می‌نوشید. پس از 20 دقیقه بعد یگان چی تناول می‌کنید می‌خورید. یکی سیادانه‌ای ما آگه تازه نیست برای همین با یگان چی مخلوط کرده می‌نوشیم که به ما ضررشون نرسونن. خب سیادانه در سیادانه شفا هست. انا سیادانه رو اگر وقتی خودش رو آرد کنید دانه سیادانه است که اما رو در اغورک آرد کنید که در کافی موکا آرد کنید انا آردش رو با عسل یک جای کنید انا اون را یکی تازه میشد. این با بیمارانی معده روده ممکن نیست. این انمی خوکش با ممکن نیست برای اینکه سخت است. چی میگم تاثیر سخت است. یاره رو میزند میکنه میسوزاند شاید که بعد دردش بیجو دکتران بعد میکنن که چرا سیادانه نوشیدی. بعضی دکترها باور ندارن به این سیادانه
بعد با سیادونه رو بعد تنقیل میکنن. برای همین خوکش برای بیماران معده روده ممکن نیست و دیگر غیر بیماران روده و معده ممکن است، با اون شرطی که برای از چهار یک قسمی همون قاشق خود رو میگیرن، همون خوکه سیادونه رو با عسل آمیخته میکنند و در دل نهار مینوشند 20 یا 30 دقیقه پیش از طعام خوردن. خب همتون عزیز احتیاط کنید که سیادونه حاضره تازه نیست، با جای فایده خودتون ضرر نیارید. سیادونه رو بوی کشید، روغنش رو اگر بوی تیز کند دانید که تازه است، اگر بوی تیزی نکند تازه نیست. من در تاجیکستان در یک اپتека داروخانه روغن سیادونه رو چی میگن подделкаш یافتگیم، سیادونه چی میگن تازه نبوده رو یافته برده گفتگیم که هم بیارید هم سیادونه‌تون رو. چرا شما خیلی میکنید؟ روغن پخته رو یک جای کرده میفروخته بدستن. فهمیدین این سالهای 2000 چند بود بگیم تاجیکستان. من روغن خیلی تازه رو در یک داروخانه تاجیکستان یافتگیم، برده دکتات کردگیم که بیارید همش رو. چرا شما آدمای فریب میکنید؟ خیرت که من رو با گفته به قتل نرسوندن، برای که حق اگر وقت نمیکشن که آدم خاصه تم خیلی نکنید دیر جوشد و گور سوزد. بله برای احتیاط کنید. روغن سیادونه وقتی میخرید که بوی کشید بوی تیزی کنه دانید که روغن سیادونه تازه است. نکند که استعمال نکنید، با جای فایده به خودتون ضرر نیارید، برای که میگه که یک جور تابه میکنه یک جور دیگر بیمار میکنه. خب میادرم شما